مرحبا به شما ای جویندگان آرامش در این دنیای پر از هیاهو، در عصری که صدا حاکم مطلق است و ما با سیلی از اطلاعات و پیام ها معاصر شده ایم. به نظر می رسد مهمترین بخش از وجودمان را فراموش کرده ایم: سکوت. سکوت دیگر تنها به معنای نبود صدا نیست، بلکه یک هنر، یک فضیلت و یک نیروی عظیم است که می تواند زندگی ما را متحول کند. ما در دنیایی زندگی می کنیم که سکوت را با خلأ اشتباه می گیریم. از سکوت می ترسیم، آن را با تنهایی پیوند می زنیم و برای پر کردنش به هر صدای پناه می بریم. اما اگر به تاریخ بنگریم، خواهیم دید که تمام بزرگان و پیامبران علیهم السلام عمیق‌ترین لحظات کشف و الهام را در سکوت مطلق تجربه کردند. پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ساعتها در غار حرا به سکوت و تفکر می پرداخت و در همان سکوت بود که اولین کلام الهی بر قلب نازنینش نازل شد. سکوت دروازه ای است به سوی درونمان. در سکوت است که می توانیم صدای قلبمان را بشنویم، آن صدایی که در هیاهوی زندگی روزمره گم می شود. سکوت به ما اجازه می دهد تا با خود واقعیمان روبرو شویم، بدون ماسک ها و نقش هایی که برای جامعه بازی می کنیم. در این فضا می توانیم ترس ها، آرزوها و نقاط ضعفمان را بشناسیم و از آنها به عنوان پلهایی برای رشد استفاده کنیم. اما سکوت تنها برای درونگرایی نیست. در روابطمان نیز قدرت بی‌نظیری دارد. گاهی یک نگاه در سکوت 10 برابر یک جمله محبت و درک را منتقل می کند. سکوت به ما اجازه می دهد به جای واکنش های عجولانه با درایت و تأمل پاسخ دهیم. سکوت ابزاری قدرتمند برای شنیدن واقعی دیگران است. نه فقط شنیدن کلماتشان، بلکه شنیدن احساسات و آنچه در دل دارند. بنابراین بیایید سکوت را به عنوان بخشی از زندگی خود بپذیریم، نه به عنوان چیزی که باید از آن فرار کنیم. شاید با چند دقیقه سکوت در روز، در پیاده روی صبحگاهی یا قبل از خواب، بتوانیم قدرت و آرامشی را پیدا کنیم که هیچ کلام و صدایی نمیتواند به ما بدهد. سکوت همان زبانی است که روح ما مدت هاست منتظر شنیدن آن است. آیا حاضرید به این سفر پر رمز و راز سکوت بپیوندید و قدرت واقعی آن را کشف کنید؟ اگر مورد پسند شما عزیزان واقع گردیده است، لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت نمایید.